سلام به دوستان همیشه همراه با کانال فارسی. به کانال عجایب این جهان پر رمز و راز خوش اومدید. با یه برنامه دیگه از کشف نشده های این زمین تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتی فیلم کینگ کنگ منتشر شد، همه به این فکر افتادن که نکنه واقعا این زمینی که داریم روش زندگی میکنیم موجودات بیشتری رو در خودش جای داده که با وجود اینکه غول‌پیکر هستن ما ازشون بیخبریم. کشف جونور غول‌پیکر توی سال 2020 این پرسش رو ایجاد کرد که آیا ممکنه جانوران غول‌پیکر کشف نشده کره زمین پنهان شده باشن و ما از اونها بیخبر باشیم؟ سال 2020 محققان برای اولین بار موجودی رو مشاهده کردند که احتمالاً بلندترین جونور کشف شده روی زمین بود. طول این جونور غول‌پیکر که در ژرف دره دریای استرالیا کشف شده بود به 45 متر میرسید و ماشور دار نام داشت. در واقع این موجود از تعداد زیادی موجود کوچکتر به اسم زوبید تشکیل شده. زوبیدها به هم متصل میشن و یک کلونی طویل شبیه به یک مرجان دریایی رو تشکیل میدن، بعد از اون آزادانه در اقیانوس شنا میکنن. با ما تا پایان همراه باشید تا با هم به تماشای این جانوران مرموز بپردازیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. با توجه به زمان زیادی که طول کشید تا انسان بتونه این جانور غول‌پیکر رو کشف بکنه، این سوال مطرح میشه که آیا جانوران غول‌پیکر بیشتری هم به روی زمین هستن که هنوز کشف نشده باشن؟ پاسخ این سوال قطعاً مثبته. دانشمندان هنوز در حال مطالعه و یادگیری حیات روی کره زمین هستند و سیفونوفور یکی از جانوران غول‌پیکر کشف نشده‌ای هستش که در دهه‌های اخیر به وجود اونها پی بردن. طبق گفته محققان توی آکواریوم خلیج مونتری در کالیفرنیا سیفونوفورها در عمق 700 تا 1000 متری دریا زندگی میکنن. اما دانشمندان همیشه مجبور نیستن که واسه کشف جونوران غول‌پیکر به اعماق اقیانوس‌ها برن. توی سال 2011 لاشه یک گونه نهنگ ناشناخته توی سواحل نیوزلند کشف شد. به گفته مؤسسه حفاظت از نهنگ‌ها و دلفین‌ها، دانشمندان در سال 2021 این نهنگ رو در خانواده نهنگ منقاریان قرار دادن. نهنگ منقاریان یک گونه ناشناخته از نهنگ‌ها هستند که در اعماق دریاها شنا می‌کنن و نمونه زنده اونها رو به ندرت دیدن. محققان هنوز در ابتدای کشف اسرار اعماق اقیانوس هستند، اما با جونوران غول‌پیکر روی خشکی بیشتر آشنایی دارن. به گفته مؤسسه حفاظت از محیط زیست، فیل بیشه آفریقایی که در ساوانا زندگی میکنه با قد 4 متر و وزن بیشتر از 11 تن بزرگترین جانوران خشکی زنده به روی زمین هستند. مسلماً یه موجود غول‌پیکر به اندازه فیل از چشمان انسان پنهان نمیمونه. شاید به همین دلیل هستش که بیشتر تحقیقاتی که در مورد جونوران غول‌پیکر خشکی صورت میگیره به جای اکتشافات جدید منجر به طبقه بندی مجدد گونه ها میشه. برای مثال توی سال 2017 محققان فهمیدن که یک گروه جدا شده از اورانگوتان ها در جزیره سوماترای اندونزی زندگی میکنن و در واقع گونه متمایز از اورانگوتان ها هستن و اسم اونها رو اورانگوتان تاپانولی گذاشتن. اما انسان ها از قبل میدونستن که این اورانگوتان ها وجود دارن و البته این نسل از اورانگوتان ها با قد کمتر از 1.5 متر جونوران غول‌پیکری نیستن. در این حال هیچ مدرک مستندی داله بر وجود پاگنده، نسی و بقیه هیوله‌های اسطوره‌ای وجود نداره. محققان هنوز هم بزرگترین جانوران ناشناخته زمین رو در فسیل‌ها جستجو می‌کنن و تا حالا هیچ گونه زنده‌ای از اونها پیدا نکردن. در واقع انسان هنوز در حال بررسی تاریخچه زمین‌شناسی کره خاکی هستش تا جانوران غول‌پیکر دیگه‌ای در فسیل‌ها کشف بکنه. از مهمترین دستاوردهای این بررسی‌ها یک گروه از دایناسورهای غول‌پیکر سوسمارپایی هستند که جدیداً کشف شدن و تیتاناسور نامیده میشن. تیتاناسورهای غول‌پیکر علف‌خوار بودن و گردن درازی داشتن. پاول برت، فسیل شناس موزه تاریخ طبیعی لندن، میگه که اگه میخواید به بزرگی تیتاناسورها پی ببرید 6 یا 7 فیل آفریقایی رو روی هم بذارید. بعضی از بزرگترین تیتاناسورها اخیراً در آرژانتین کشف شدن و هنوز هم با اختلاف بزرگترین جانور کشف شده در خشکی هستند.
دانشمندان در مورد اندازه این جانوران غول‌پیکر اختلاف نظر دارند، اما احتمالاً سنگین وزن‌ترین و بزرگترین تیتانوسورها آرژانتیناسور نام دارند. به گفته موزه تاریخ طبیعی لندن و بر اساس استخوان‌های کشف شده آرژانتیناسور در سال 1993 طول اون 35 متر و وزنش بیشتر از 77 تن بوده. اما دایناسورهای با اندازه‌های جدید بعد از اون کشف شدند. در سال 2014 پاتاگوتایتان کشف شد که وزن اون رو 66 تن و طولش رو 37 متر تخمین زدن. در سال 2021 محققان اعلام کردند که یک تیتانوسور جدید کشف کردن و احتمالاً بزرگتر از قبلیه، اما حفاری این نمونه هنوز به پایان نرسیده. برت فکر میکنه که اکتشافات تیتانوسورها به پایان نرسیده و گونه‌های بزرگتری از این جونور وجود داره. سرعت کشف فسیل‌ها خیلی زیادتر شده، چرا که نسبت به گذشته فسیل شناسان بیشتری در مناطق مختلف در حال کاوش هستند. برت اضافه کرده که از لحاظ تاریخی بیشتر این کاوش‌ها در مناطقی که مردم گزارش می‌کردن انجام می‌شده، یعنی آمریکای شمالی و اروپا. توی 30 تا 40 سال گذشته این کاوش‌ها به طور گسترده‌تری در سطح بین‌الملل گسترش پیدا کرده. علیرغم اینکه سرعت کاوش‌ها افزایش پیدا کرده، شواهد جانوران غول‌پیکر منقرض شده همیشه در دسترس نیست. آرژانتیناسور که از بزرگترین و مهمترین دایناسورها به حساب میاد، فقط از روی 12 استخوان شناسایی شده. در وهله اول اینکه تبدیل شدن یک جاندار به فسیل خیلی سخته. برای اینکه یه جونور در سنگ حفظ بشه، اتفاقات مختلفی باید به درستی و در زمان خودشون اتفاق بیفتن. برای مثال استخوان‌های جونور باید به سرعت توی یک محیط مناسب مثل گل یا شن دفن بشن و همچنین باید از دست شکارچیان در امان باشن و به مرور زمان فرسایش پیدا نکنن. برت در رابطه با تشکیل فسیل گفته که احتمال اینکه تمام بدن و استخوان‌های یک جانور غول‌پیکر 30 متری در یک مکان مناسب به طور همزمان و یک مرتبه دفن بشه خیلی کمه. همیشه قسمت‌هایی از اون بیرون از محیط مناسب قرار می‌گیرن و در معرض فرسایش و شرایط نامناسب محیطی قرار می‌گیرن. دانشمندان هنوز به صورت نظری به این نتیجه نرسیدن که بزرگترین جانوران غول‌پیکر خشکی چه اندازه‌ای دارن. اگه جونوران دریایی رو در این ارزیابی در نظر بگیریم، نهنگ آبی با وزن 150 تن سنگین‌ترین جونور تاریخ هستش. ممنون از اینکه تا پایان با این برنامه از کانال فارسی همراه بودید. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.